تا حالا به این فکر کردین که چرا بعضیا تو زمینه‌های خاص به موفقیت‌های بزرگ میرسن ولی برخی دیگه با اینکه کلی هم تلاش میکنن هنوز دنبال مسیر درست خودشونن و به جایگاه دلخواهشون نرسیدن؟ دقیقاً چی باعث میشه که شما تو بعضی کارا احساس راحتی و درخشش کنین در حالی که تو بعضی دیگه حس ناکامی داشته باشین؟ آیا ممکنه این به خاطر این باشه که خودتون و تواناییاتون رو درست نشناختین تا الان؟ بیایم فرض کنیم بتونیم استعدادهای واقعی خودمون رو به طور کامل بشناسیم و ازشون هم تو زندگی روزمره و حرفه‌ایمون استفاده کنیم. حالا دقیقاً تأثیرش تو زندگیمون چیه؟ نه فقط این سوالا بلکه کلی چیزای دیگه درباره این موضوع هستش که در ادامه این اپیزود بهش میپردازیم. سلام، من کیوان مومیانم و شما داریم به پادکست واگویه گوش میدین. شاید بپرسین چرا تولید اپیزود اول انقدر طول کشید؟ راستش این تأخیر به این دلیل بود که میخواستم بهترین شروع رو براتون آماده کنم. باید بگم که حقیقتا انتخاب اولین موضوع خیلی سخت و چالش برانگیزه، برای همین تو این مدت بیشتر بهش فکر کردم و حداقل تلاش کردم یه بحث پخته‌تر و کاملتر آماده کنم. البته باید رو راست باشم، کمالگرایی و یکم هم تنبلی من بی تأثیر نبود تو این قضیه و فکر میکنم مشکل خیلی همونه این روزا و حتما هم یه اپیزود در آینده در مورد این موضوع ضبط میکنم. اما امروز میخوایم به یه موضوع خیلی مهم بپردازیم: شناخت استعدادهای شخصی. اینکه چطور میتونیم به درک بهتری از خودمون برسیم و از تواناییامون به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. این اپیزود پر از بحث‌های جذاب و نکته‌های کاربردیه که امیدوارم بهتون کمک کنه مسیر زندگی و کاریتون رو بهتر بشناسین و از استعدادهای خودتون نهایت استفاده رو ببرین. خب حالا که با هم شروع کردیم بیاین اول ببینیم اصلا استعداد چیه و چرا انقدر مهمه که بفهمیم دقیقاً تو چه چیزایی خوبی. شاید این سوال خیلی کلیشه‌ای به نظر بیاد در وهله اول، ولی اگه بهش فکر کنیم میبینیم شناخت استعدادا میتونه زندگیمون رو کلی تغییر بده و به اصطلاح متحولش کنه. استعداد همون توانایی ذاتی و درونیمونه که باعث میشه توی زمینه خاص بهتر از بقیه باشیم. این همون چیزیه که وقتی داریم کاری رو انجام میدیم نه تنها خیلی راحت تر از بقیه انجامش میدیم بلکه ازش واقعا لذت هم میبریم. مثلا کسی رو فرض کنین که از بچگی همیشه عاشق طراحی بوده، هر وقتم مداد و دستش میگرفته شروع به کشیدن میکرد. حالا اگه همون آدم بزرگ بشه و به جای دنبال کردن علاقش تو هنر بره سراغ یه رشته‌ای که هیچ علاقه‌ای بهش نداره، چه میدونم مثلا حسابداری، احتمالاً تو زندگی به مشکل میخوره دیگه، نه؟ بنابراین نه تنها ممکنه هیچ وقت تو حسابداری به موفقیت بزرگی نرسه بلکه همیشه یه حس نارضایتی هم از زندگیش خواهد داشت. از طرف دیگه اگه همون فرد استعداد خودش رو بشناسه و تو مسیر درست قدم برداره میتونه با لذت و اشتیاق توی زمینه هنر فعالیت کنه و زمان بیشتری رو توی زندگیش ذخیره کنه، چون خیلی زودتر از کاری که توش هیچ استعدادی نداره به نتیجه میرسه. کی میدونه شاید حتی به یه طراح معروف و خیلی تاثیرگذار تبدیل بشه. و دقیقاً اینجاست که میفهمیم چرا شناخت استعدادها اینقدر مهمه. وقتی بدونیم تو چه کاری استعداد داریم میتونیم بهتر تصمیم بگیریم که تو زندگیمون چه مسیری رو انتخاب کنیم، چه شغلی رو دنبال کنیم، یا تو چه رشته‌ای درس بخونیم، یا حتی تو فعالیت‌های روزمره‌مون چطور وقت بگذرونیم. مثلا اگه بفهمیم توی ارتباط با بقیه و صحبت کردن استعداد داریم، شاید بهتر باشه بریم سمت کارهایی مثل مشاوره، تدریس یا حتی رسانه. واسه همین وقت گذاشتم برای شناخت استعدادا و پیدا کردن اون چیزی که توش میتونیم بهتر از بقیه عمل کنیم نه تنها تلف کردن زمان نیست بلکه حتی باعث صرفه‌جویی زمانمون میشه و یکی از مهمترین کارهاییه که فکر میکنم هر کسی باید انجام بده. حالا بیاین این موضوع رو با چند تا مثال واقعی از آدمای موفقی که احتمالاً هممون میشناسیم بیشتر باز کنیم. یکی از بهترین مثالا لیونل مسیه که دیگه فکر میکنم کمتر کسی هست تو کل دنیا که این شخصو نشناسه. فوق ستاره دنیای فوتبال، مسی از همون بچگی استعداد فوق‌العاده‌ای توی فوتبال نشون داد. وقتی تنها 13 سالش بود بارسلونا استعداد بی‌نظیرش رو شناخت و از آرژانتین به اسپانیا دعوتش کرد. اگه مسی و اطرافیانش به این توانایی توجه نمی‌کردن و به جای فوتبال به سمت کارهای دیگه میرفتن شاید هرگز به این موفقیت‌ها نمی‌رسید و امروزه هیچ کدوممون شخصی به این نامو اصلا نمیشناختیم. مسی با شناخت و پرورش استعدادش تونست به یکی از بهترین فوتبالیست‌های تاریخ تبدیل بشه.
مثال دیگه ای که این بار از دنیای فناوری براتون آماده کردم بیل گیتسه که بازم فکر میکنم هممون میشناسیمش یا حداقل اسمش به گوشمون خورده. شاید جالب باشه بدونید که بیل گیتس از دوران مدرسه علاقه زیادی به برنامه نویسی داشته و زمان زیادی رو هم صرف این کار میکرد. وقتی هم که به دانشگاه میره خیلی زود میفهمه که مسیرش توی برنامه نویسی و توسعه نرم افزارهای کامپیوتریه، نه چیز دیگه. اگه بیل گیتس به این علاقه و استعدادش توجه نمیکرد و مثلا میرفت سمت پزشکی یا وکالت یا هر چیز دیگه‌ای، شاید هیچ وقت نمیتونست مایکروسافت رو پایه‌گذاری کنه و دنیای تکنولوژی رو متحول کنه. به عنوان آخرین مثالم که شاید بیشتر از بقیه به دلتون بشینه، بیلی آیلیش رو آماده کردم، خواننده‌ای که تو سن خیلی کم به شهرت جهانی میرسه. بیلی آیلیش از کودکی به موسیقی علاقه داشته و خیلی هم زود استعدادش رو تو این زمینه کشف میکنه. با حمایت خانواده و پشتکار خودش موفق میشه تو نوجوانی آهنگایی تولید کنه که خیلی سریع تو دل مردم جا باز کنه. اگه بیلی آیلیش به جای موسیقی دنبال رشته‌ای میرفت که هیچ علاقه‌ای نداشت، واقعا چه اتفاقی براش میافتاد؟ حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که احتمالاً الان از بزرگترین خواننده‌های جهان نبود دیگه. حالا همه این آدما یه وجه مشترک دارن. اونا به استعدادهای خودشون پی بردن و ازشون به بهترین شکل ممکن استفاده کردن. شاید اگه راه دیگه ای رو انتخاب میکردن الان اینجایی که هستن نبودن. همین مثالا نشون میده که چقدر مهمه هر کدوم از ما استعدادهای خودمون رو بشناسیم و دنبال چیزایی بریم که واقعا توشون خوبیم و ازشون هم لذت میبریم. حتی تا اینجا فهمیدیم که شناخت استعدادها چقدر مهمه و دیدیم که چطور افراد موفق از استعداداشون استفاده کردن. اما حالا سوال اینه که ما چطور میتونیم استعدادهای خودمون رو بشناسیم؟ شاید براتون پیش اومده باشه که با خودتون فکر کنین من اصلا نمیدونم تو چی خوبم، از کجا باید شروع کنم، از کجا باید بدونم که واقعا توی چه زمینه استعداد دارم. خب خوشبختانه برای این سوال جوابای خوبی وجود داره. روش اول توجه به کارهای هستش که بدون اینکه حس کنین دارین انرژی زیادی رو توشون مصرف میکنین ازشون هم لذت ببرین. مثلا اگه همیشه دوست دارین چیزی بنویسین یا داستان بسازین، شاید استعدادتون تو نویسندگی باشه. اگه از صحبت کردن با بقیه و بحث کردن در مورد موضوعات مختلف لذت میبرین، احتمالاً تو ارتباطات اجتماعی و شاید حتی تدریس یا مشاوره استعداد دارین. ولی اینجا یه نکته هست. گاهی ممکنه ما از انجام کاری لذت ببریم ولی این به معنای واقعی بودن استعدادمون نیست. پس باید حواسمون باشه که با تکرار و تمرین اطمینان حاصل کنیم که این لذت موقتی نیست و برای همون یک بار نبوده و واقعا توانایی در اون زمینه رو داریم. روش دوم دریافت بازخورد از اطرافیانه. بعضی وقتا ما خودمون متوجه استعدادا و تواناییامون نمیشیم، فکر میکنم برای هممون هم پیش اومده، ولی بقیه میبینن. احتمالاً تا الان از اطرافیانتون شنیدین که بهتون بگن چقدر خوب یه کاری رو انجام میدین. مثلا دوستاتون همیشه بگن توی طراحی یا عکاسی خیلی خوبی، ولی خودت بهش توجه نکردی تا الان. اما اینجا یه طلب وجود داره. همه بازخوردها معتبر نیستن. باید حواسمون باشه که بازخوردها رو از آدمایی بگیریم که واقعا ما رو میشناسن و قصدشون کمک به پیشرفت ماست، نه صرفا نظر دادن بدون شناخت و حالا هر چیز دیگه. یه روش دیگه که این روزا خیلی طرفدار پیدا کرده استفاده از تست‌های شخصیت شناسی و روانشناسی. مثلا تست‌های معروفی مثل MBTI میتونن بهتون نشون بدن که چه ویژگی‌های شخصیتی دارین و به چه کارهایی ممکنه علاقه‌مند باشین. این تست‌ها میتونن در کنار تجربیات شخصی و بازخوردهای بقیه یه تصویر کاملتر از استعدادهای شما رو بسازن. اما باید راجع به این جریان هم باز اینو بدونین که این تست‌ها کامل و بدون خطا نیستن. همیشه این تست‌ها رو به عنوان یه راهنمایی در نظر بگیرین، نه حکم قطعی برای مسیر زندگیمون. از نتایجشون استفاده کنین ولی تصمیم نهایی رو با ترکیب نتایج تستا و تجربیات واقعیتون بگیرید. یه روش خیلی کاربردی دیگه اینه که خودتون رو در موقعیت‌های مختلف قرار بدین و تجربه‌های جدید کسب کنین. شاید با امتحان کردن یه کار جدید متوجه بشین که تو اون زمینه خیلی خوبین. مثلا فرض کنین هیچ وقت آشپزی نکرد ولی یه روز تصمیم میگیرین یه دستور غذای جدید رو امتحان کنین و متوجه میشین که چقدر این کار براتون لذت بخشه و حتی استعداد خوبی هم دارین توش. اما اینجا باید حواستون باشه که از امتحان کردن بیش از حد و پراکنده کاری بپرهیزین.
ممکنه هر چیزی رو امتحان کنین ولی قطعا به نتیجه‌ای نمیرسین چون تمرکز ندارین. بهتره چند تجربه محدود رو عمیق‌تر انجام بدین تا اینکه بخواین همه چیز رو سطحی امتحان کنین. یه نکته خیلی جالبی که اینجا لازم دونستم بهتون بگم اینه که شما وقتی که خودتون رو توی موقعیت‌های مختلف و جدید قرار میدین، حتی اون زمانی که اون استعداد ذاتی خودتون رو کشف کردین و به جایگاه خیلی خفنی هم توش دست پیدا کردین، باز هم میتونین استعدادهای جدیدتری رو از خودتون کشف کنین و یا حتی ممکنه علاقتون به مرور زمان تغییر کنه و متوجه بشین که استعدادتون توی یه رشته دیگه خیلی خفن‌تر از اون قبلی بوده و هست. اگه بخوام یه سری مثال زنده‌ام راجع به این جریان بهتون بگم، همین مهران مدیری خودمون که سالها مردم توی حوزه سینما خیلی بهش علاقه داشتن، محبوب دلها بود به اصطلاح، بعد از سالهای زیاد رفت سراغ مجریگری و الان هم محبوب تر از قبل و موفق تر از قبل داره کار مجریگریشو انجام میده. یا همین پژمان جمشیدی که الان هممون میشناسیم و توی اکثر فیلمایی که الان داره میاد رو پرده سینما هستش و اسمش باعث معروفیت یه فیلم میشه، همونطور که میدونین توی فوتبال اسم و رسمی داشت برای خودش و آدم موفقی بود، ولی بعد از سالها وقتی از فوتبال خداحافظی کرد متوجه شد که اون استعداد خفن‌ترش توی حوزه سینماست. الان هم که دارید میبینید خیلی محبوبتر و موفقتر نسبت به اون جایگاه قبلی که خودش داشت که کم جایگاهی هم نبود، داره فعالیت میکنه و داره میره جلو. بنابراین استعدادا میتونن با گذر زمان توسعه پیدا کنن و حتی بیش از پیش به رشد و پیشرفت شخصی کمک کنن. در نهایت شاید مهمترین نکته اینه که به خودتون اجازه بدین اشتباه کنین و از شکست نترسین. خیلی وقتا از ترس این که ممکنه توی کار موفق نباشیم اصلا امتحانش نمی‌کنیم و همین باعث میشه فرصت شناخت استعدادهای خودمون رو از دست بدیم. پس به خودتون فرصت بدین تا چیزای جدید رو امتحان کنین و از تجربه‌های مختلف نترسین. هر تجربه‌ای میتونه یه قدم به شناخت بهتر از خودتون و استعداداتون نزدیکترتون کنه. اما یادتون باشه که شکست‌ها رو به عنوان نشونه‌ای برای ترک مسیر نبینید. به جای ترس از شکست ازش یاد بگیرین و مسیرتون رو اصلاح کنین. خب به عنوان بحث آخرمونم، حالا که اصلا فهمیدیم استعداد چیه و متوجه شدیم که چطور استعدادامون رو شناسایی کنیم و چالش‌های مسیر شناخت استعدادها رو فهمیدیم که دقیقاً چیان، میخوام یه سری راهکار و پیشنهاد رو بهتون معرفی کنم که به صورت عملی اون استعدادایی رو که کشفشون کردین توی زندگی شخصی و حرفه‌ایتون به کار ببرین. قدم اول تبدیل استعداد به هدفه. فرضاً شما توی طراحی گرافیک استعداد داری. خب هدف میتونه این باشه که یه پورتفولیوی قوی برای خودت بسازی، نه فقط به عنوان یه رزومه بلکه به عنوان یه نمایشگاه شخصی از هنره. وقتی این هدف رو داشته باشی هر روز با انرژی و انگیزه بیشتری کار میکنی، چون میدونی که به سمت یه چیز بزرگتر در حال حرکتی. شاید هدفت این باشه که یه پیج اینستاگرام راه بندازی و هر روز یه طرح جدید بذاری. هر چی باشه باید مشخص و دستیافتنی باشه تا بتونی براش بجنگی. بعد از هدف گذاری برنامه ریزی کن، ولی نه یه برنامه ریزی کسل کننده و خشک. یه برنامه منعطف و هیجان انگیز. مثلا اگه توی نویسندگی خوبی، به جای اینکه بگی هر روز 2 ساعت مینویسم، بگو هر روز یه داستان کوتاه مینویسم یا یه مقاله میخونم که به من ایده بده. اینجوری برنامه‌ت نه تنها خسته کننده نیست بلکه هر روز کلی باهاش حال میکنی. تله‌ای که اینجا وجود داره اینه که برنامه‌ت رو زیادی سفت و سخت کنی و ازش زده بشی. پس برنامه‌ت باید بهت آزادی عمل بده تا بتونی بهترین کار رو توی بهترین زمان انجام بدی. حالا نوبت اینه که خودت رو توی دنیای واقعی محک بزنی. بیا فکر کنیم که توی عکاسی استعداد داری. چرا نری توی شهر روی پروژه عکاسی راه نندازی؟ یه تم انتخاب کن، مثلا زندگی شبانه توی شهر یا صورت‌های خندان. اینجوری هم استعداد تو به چالش کشیدی و هم یه قدم بزرگ برداشتی. اما حواست باشه که دنبال کمالگرایی مطلق نباشی. همون چیزی که من اول اپیزود گفتم که خودم شخصا درگیرشم. اشتباه کردن و یاد گرفتن ازش بخشی از فرایند. یادت باشه که توی همین اشتباهات کوچیکه که یاد میگیری و رشد میکنی. یکی دیگه از نکات طلایی اینه که همیشه در حال یادگیری باشی. ولی این یادگیری نباید فقط از کتاب و کلاس باشه. از آدمای موفق الگو بگیر، تو کارگاه‌ها شرکت
مشارکت کن و به جامعه‌های ملحق شو که توش افراد با استعداد مشابه جمع شده. ولی مراقب باش که تو این مسیر از عمل کردن غافل نشی. فقط به جمع‌آوری اطلاعات نچسب. از هر چیزی که یاد میگیری بلافاصله استفاده کن تا تجربت عمیق‌تر بشه. نهایتاً هم باید صبور باشی. شاید کلی از داستان‌های موفقیت بزرگ رو شنیدی که توی یه شب به اوج رسیدن، ولی دوست عزیز من که الان داری منو میشنوی، واقعیت اینه که پشت هر موفقیتی که ما توی یه شب میبینیم سالها زجر و جون کندن و تلاش خوابیده. تو هم به خودت فرصت بده، از هر قدمی که تو مسیر رشد برمیداری لذت ببر. یادت باشه که همین مسیر خود زندگیه و لذت بردن ازش بخش بزرگی از موفقیت واقعی. نکته‌ای که تو کل این اپیزود هم جالب بود و هم میتونه خیلی کمک کننده باشه برای حتی شخص خودم اینه که استعداد میتونه هم ذاتی باشه و هم اکتسابی. این موضوع ترکیبی از عوامل مختلف. بعضی استعدادها واقعا درونیه و از همون بچگی تو وجودمون هست. اینا میتونن شامل توانایی‌هایی مثل خلاقیت، هوش ریاضی یا مهارت در موسیقی باشن که بدون آموزش خاصی تو اونا توانایی زیادی نشون میدیم. ژنتیک و طبیعت میتونن تو این زمینه نقش خیلی زیادی داشته باشن، ولی بیشتر استعدادها نیاز به پرورش دارن. حتی اگه یه توانایی ذاتی داشته باشیم باید براش تلاش کنین و تو طول زمان اونو بهتر کنین. واسه همینه که آموزش و تجربه خیلی توی توسعه استعدادها مهمه. اینجا میشه گفت که با تمرین و یادگیری میتونین حتی تو زمینه‌هایی هم که ذاتی نیستن استعداد کسب کنین و تو اونو مهارت پیدا کنین. شاید تا امروز فکر میکردی که استعداد یه چیز ذاتی و تغییرناپذیره، اما حالا میدونی که با تلاش، برنامه‌ریزی و یادگیری مداوم میتونی هر روز بهتر از قبل باشی. همین که تصمیم بگیری روی هدفت تمرکز کنی، به خودت فرصت اشتباه بدی و با صبر و پشتکار جلو بری، یعنی تو راه درست. زندگی پر از چالش‌ها و پیچ و خماییه که فقط وقتی ازشون عبور میکنی به جایی میرسی که واقعا بهش تعلق داری. پس از اینجا به بعد هر قدمی که برمیداری با اطمینان بردار و به خودت بگو من تواناییشو دارم، من میتونم از این استعدادم به بهترین شکل استفاده کنم و موفق باشم. دوستان عزیزم، یادتون باشه که مسیر موفقیت هر کسی منحصر به فرد و هیچ نقشه راهی جز اون چیزی که خودتون میسازین برای شما وجود نداره. هر روز یه فرصت برای بهتر شدن و رشد. پس به خودت ایمان داشته باش و از همین امروز قدم به قدم به سمت اهداف و رویاهات حرکت کن. یادت نره که تو قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای داری و این مسیر با همه پیچیدگی‌هاش به اندازه تلاش و شور و اشتیاقت زیبا خواهد بود. دوستان، به پایان اپیزود اول پادکست واگویه رسیدیم. امروز در مورد اهمیت شناخت استعدادها و چگونگی استفاده بهینه از اونا صحبت کردیم. امیدوارم با نکات و راهکارهایی که ارائه دادیم بتونین مسیر موفقیت و رشد شخصی خودتون رو روشن‌تر ببینین و از استعدادهای خاصتون بهره ببرین. امیدوارم که این اپیزود رو دوست داشته باشین. تا اپیزود بعدی به امید موفقیت و پیشرفت‌های روزافزون برای همتون. با انرژی و اعتماد به نفس به مسیرتون ادامه بدین و هر روز فقط یک قدم به جلو بردارید. خدا حافظ و موفق باشید.